به راحتی مشکل ارور عدم اتصال تو برنامه کپکات رو حل کن. سلام، به موبایل خوش اومدید. امروز اومدم با یه ترفند خفن که به راحتی بتونید مشکل عدم اتصال اینترنت توی برنامه کپکات رو حل کنید. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید. جدیداً وقتی وارد برنامه کپکات میشیم، روی هر قسمتی که مربوط به اینترنت هست میزنیم با این ارور روبرو میشیم. واسه حل این ارور باید یک فیلتر شکن خوب نصب کنیم روی گوشیمون. 2 نسخه بدون باگ این برنامه رو پیدا کنیم که نگران نباشید. من گشتم براتون پیدا کردم. نسخه 551 این برنامه هست که توی کانال تلگرامم قرار دارم. پس حتما برید از اون طریق دانلود و نصبش کنید و توی دیسکریپشن هم لینکش رو قرار ندادم. حتما وارد کانال تلگرامم بشید. اگه تا اینجا اومدید حتما من رو لایک کنید و توی کامنت ها بگید دوست دارید از این سری ترفندهای خفن معرکه بهتون یاد بدم و همچنین بگید که توی کدوم از برنامه‌هام به مشکل خوردید تا من راه حلش رو براتون پیدا کنم. حتما بهم بگید چون نظر شما برام اولویته. خب بریم سراغ ادامه آموزشمون. وقتی فیلتر شکنمون رو نصب کردیم روشنش میکنیم، برنامه رو هم نصب میکنیم و واردش میشیم. و یه نکته قبل از اینکه این برنامه رو نصب کنید بهتون بگم، حتما نسخه باگدارش رو حذف نصب کنید، بعد این نسخه رو دانلود و روی گوشیتون نصب کنید. و یه نکته دیگه نیاز نیستش حتما زبان گوشیتون انگلیسی باشه تا این برنامه رو بتونید باز کنید. از قسمت تنظیمات وارد زبان میشید و زبان رو انگلیسی میکنید. به همین راحتی بدون اینکه زبان گوشیتون رو تغییر بدید میتونید از امکانات کپکات استفاده کنید. وقتی وارد برنامه میشیم به قسمت هایی که به اینترنت وصل میشه مراجعه کنید. همینطوری که ببینید تمام قسمت ها دیگه واسهتون راحت باز شده و دیگه ارور بهتون نشون نمیده. این بود از ترفند امروزمون. حتما وارد کانال تلگرامم بشید تا بتونید اون نسخه‌ای که بهتون میگم رو دانلود و نصبش کنید. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. اگه من رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید تا وارد دنیای اپلیکیشن های اندرویدی بشید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.